سلام دوستان و همراهان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید دیگر. شما در این ویدیو عباراتهای خیلی مهم و ضروری روزمره انگلیسی را یاد میگیرید. این عبارات میتونه سطح مکالمه تان بهتر بسازه. پس اگر میخواین این عبارات یاد بگیرین، لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اگر تا هنوز کسی عضو کانال ما نشدن، لطفاً کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید و همچنین نظرات و پیشنهادات خود در کامنت به ما بنویسید. عبارت اول، هیچ وقت. هیچ وقت در انگلیسی چی میشه؟ don't ever. don't ever. don't ever. ما چطور میتونیم این عبارت در جمله استفاده کنیم؟ هیچ وقت دروغ نگو در انگلیسی چی میشه؟ don't ever lie. don't ever lie. don't ever در فارسی میشه هیچ وقت. don't ever lie. هیچ وقت خودت را دست کم نگیر. don't ever underestimate yourself. don't ever underestimate yourself. هیچ وقت از رویاهایت دست نکش. don't ever give up on dream. don't ever give up on dream. don't ever در فارسی میشه هیچ وقت. give up on میشه دست نکش. dream رویاها. عبارت بعدی در فارسی ما میگیم که معلوم است که او کار انجام داده یا معلوم است که کار انجام نداده. در انگلیسی این عبارت چی رقمی میشه؟ میشه no wonder. no wonder. معلوم است که خسته است. no wonder he is tired. no wonder he is tired. معلوم است که ناراحت است. no wonder he is upset. no wonder he is upset. عبارت بعدی میگن که این عبارت قسم استفاده میشه زمانی که شما میتونین سخن یا جمله یا گپ کسی دیگر را به کسی دیگر بیان کنید. این عبارت در انگلیسی چی میشه؟ میشه it's said that. it's said that. میگن که خیلی با استعداد است. در انگلیسی میشه it's said that he's very talented. it's said that he is very talented. میگن که این رستوران بهترین است در این شهر. it's said that this restaurant is the best in town. it's said that this restaurant is the best in town. عبارت بعدی بگمانم. بگمانم در انگلیسی میشه I dare say. I dare say. به مثالش حالا توجه کنید. در فارسی ما شما میگیم بگمانم حق با توست. در انگلیسی چطور میشه؟ I dare say you are right. I dare say you are right. بگمانم او دوباره دیر کرده است یا ناوقت کرده است. I dare say he's late again. I dare say he's late again. عبارت بعدی در فارسی ما و شما داریم نمیشه گفت. نمیشه گفت که او
کار را انجام داده. نمیشه گفت که او چی خلافات را انجام داده. در انگلیسی این عبارت چی رقمی ما و شما گفته میتونیم. I can't say. I can't say. I can't say. نمیشه گفت فیلمی بدی بود. I can't say it was a bad movie. I can't say it was a bad movie. نمیشه گفت چی قرار است اتفاق بیفته. I can't say what's going to happen. I can't say what's going to happen. عبارت بعدی مگر نباید در انگلیسی میشه shouldn't we. Shouldn't we. مگر نباید از قبل رزرو کنیم. Shouldn't we book in advance. Shouldn't we book in advance. مگر نباید با او حرف بزنیم. Shouldn't we talk to him. Shouldn't we talk to him. عبارت بعدی شرط میبندم. شرط میبندم در انگلیسی میشه I bet. I bet. حالا به مثال هایش توجه کنید. شرط میبندم باز کلید هایش را فراموش کرده. I bet he forgot his keys again. I bet he forgot his keys again. شرط میبندم او جواب تلفن را نمیدهد. I bet he won't answer his phone. I bet he won't answer his phone. عبارت بعدی نمیتوانم جلوی فلانی را بگیرم یا نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم یا نمیتوانم جلوی گریه ام را بگیرم. در انگلیسی چی میشن؟ I can't help. I can't help. نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم. I can't help laughing. I can't help laughing. نمیتوانم جلوی فکر کردن او را بگیرم. I can't help thinking about her. I can't help thinking about her. عبارت بعدی حالا که حرفی فلانی شد یا حالا که حرفی اون مرد شد در انگلیسی چی میشه؟ Speaking of. Speaking of. حالا که حرفی یلدا شد با او صحبت کردی؟ Speaking of Yalda, have you talked to her? Speaking of Yalda, have you talked to her? حالا که حرف از فیلم شد این فیلم جدید را دیدی؟ Speaking of movies, have you seen the new one? Speaking of movies, have you seen the new one? تشکر دوستان نهایت عزیز که تا این دم با من بودید. تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خدا یار و مددکارتان.